آره، درک میکنم. بعضی وقت شرایط زندگی سخت میشه. بعضی وقتا شاید مثل الان رنجی رو درونت حس میکنی، غمی رو درونت حس میکنی. متوجهم متوجهم متوجهم. بعضی وقتا فشار افکار باعث میشه که اوضاع از دستت خارج بشه. بعضی وقتا فشار افکار باعث میشه دیگه رو خودت مسلط نباشی. بعضی وقتا حجم احساساتی که درونت داری باعث سردرگمیت میشه. درک میکنم بعضی وقتا فقط میخوای دست به هر کاری بزنی برای اینکه احساسی که الان داری رو تجربه نکنی، برای اینکه تغییری توی سوال الانت ایجاد بکنی. سعی میکنی با توجه به بینشی که داری، با توجه به درایتی که داری، با توجه به تجربه هایی که توی زندگی داری، احساسات درونتو به دست بگیری، تغییری توش ایجاد بکنی و خودت رو از این حس و حال خارج بکنی. اما الان میخوام با همدیگه دست به دست هم بدیم، همه چیز رو رها کنیم، اجازه بدیم همه چیز هر طور که هست باشه. اگه رنجی رو درونت داری، اگه غمی رو درونت داری، چی میشه اگه بپذیری که هست؟ میشه همراه من چند لحظه آروم بشینی؟ اگه تمام این احساس ها، اگه تمام این افکار بهت فشار آورده و یه کمی احساس سردرگمی داری و همش داری تلاش میکنی و دست و پا میزنی تا از این احوال خارج بشی، میشه ازت خواهش کنم چند دقیقه آروم بشینی؟ زیاد وقتتو نمیگیرم، فقط میخوام همراه هم ببینیم چی میشه اگه از این دست و پا زدن ها خودمون رو برای چند لحظه هم که شده رها کنیم. پس هر کجا که هستی برای چند لحظه، برای چند دقیقه کوتاه آروم بشین. آروم بشین. کمرتو صاف کن، شونه هاتو ریلکس کن، یکم به بدنت مهربانی هدیه کن. رها کردن بدن، آزادسازی بدن از فشار افکار، یعنی مهربانی با خودت. تو اوج این رنج ها، تو اوج این درد ها، تو اوج این غم ها که دیگه خودت میتونی همراه خودت باشی، دیگه خودت میتونی با خودت مهربون باشی. پس اولین قدم برای ایجاد این مهربانی، اولین قدم برای پذیرش، برای تسلیم شدن در برابر آنچه که اکنون داری تجربه میکنی، اینه که بدن تو از فشارها رها کنی. بدن تو ریلکس کن، کمرت رو صاف کن، شونه هاتو بنداز، شونه هاتو دوباره بنداز، فضای شکمت رو آزاد کن. اگر شکمت رو سفت میکنی ناخودآگاه، این ناخودآگاه رو تبدیل به آگاهی کن. فضای شکمت رو آزاد کن، باز کن. پاهاتو ریلکس کن، پاهاتو ریلکس کن. دست هاتو آزاد کن، دست هاتو ریلکس کن. قلبت رو باز کن درون سینه‌ات، فضای سینه آزاد و رها. قلب باز. میفهمم اگه رنج داری،
بذار رنجت باشه، بذار غمت باشه، چشماتو ببند. آروم همینطور که بدنتو ریلکس کردی، همینطور که آروم سر جای خودت داری سکون رو تجربه میکنی، به جای دست و پا زدن اجازه بده این ساکن شدن به درونت هم هدایت بشه. اجازه بده درونت متوجه بشه میخوای ساکن بشی، میخوای هر آنچه هست رو تجربه کنی. دیگه دنبال فرار کردن نیستی، دنبال نپذیرفتن و تغییر ایجاد کردن تو احساسی که الان داری نیستی. من میدونم که قرار نیست همیشه یه مدل احساس رو درونم تجربه کنم. میپذیرم اگه غمی هست، میپذیرم اگر رنجی هست، و به این غم، به این رنج اجازه بودن میدم. همراه من نفس عمیق بکش. دم باز، دم آروم آروم آروم. همراه بازدم مجدداً بدنت رو ریلکس کن. همراه بازدم مجدداً بدنت رو رها کن، سبک کن بدنت از فشارها. نپذیرفتن احساسی که الان درونت داری فشار بیشتری رو روت ایجاد میکنه. نپذیرفتن احساسی که درونت داری تلاش برای ایجاد تغییر درون احساسی که داری سد راه این لحظه زندگی میشه. انگار جریان زندگی الان داره از طریق غم درون تو حس میشه و تو اگر بنا باشه این جریان رو نپذیری یعنی داری سد راه زندگی میشی. پس به جای نپذیرفتن، به جای فرار کردن، رها کن. تلاشاتو رها کن. تلاشهایی که برای تغییر ایجاد کردن توی این احساس انجام میدادی رو رها کن. فضای بدن باز. میپذیرم اگر رنجی هست، میپذیرم اگر غمی هست. با تمام وجودم این رنج و این غم رو به کائنات و جهان هستی میسپارم. با تمام وجودم رها میکنم هر آن چیزی رو که تحت اختیار من نیست، برای همسو شدن با جریان زندگی، برای همسو شدن با انرژی و هوش بی‌نهایتی که من رو خلق کرده، برای همسو شدن با دنیا و کائنات که الان به این شکله. خودت رو از افکاری که داری رها کن. تمام این فکرها رو، تمام احساسی که درونت داری رو به نور هستی بسپار. تمام احساس و افکاری که داری رو به قدرتی که تو رو خلق کرده واسپاری کن. یکی از چیزایی که ما هیچ وقت یاد نگرفتیم، هیچ کس بهمون یاد نداد، هنر واسپاری کردنه. چه چیزی توی این دنیا تحت اختیار و کنترل ماست و چطور ممکنه ما واسپاری کردن رو بلد نباشیم در حالی که تو جهانی زندگی میکنیم که هیچ کنترلی روش نداریم.
پس به جای سد راه احساس ها و افکار شدن، به جای سد راه زندگی شدن، احساس کن اکنون رو هر طور که هست. خودت رو دریاب با غم ها، شادی ها، رنج ها. چی میشه اگه بپذیرم رنجی درونم دارم؟ چی میشه اگه بپذیرم اشکی از چشمانم سرازیر میشه؟ و تمام اینها هدیه طبیعت به منه برای عبور و تجربه لحظه به لحظه زندگی. 30 ثانیه توی این واسپاری بمون. 30 ثانیه هنر واسپاری کردن رو، هنر یکی شدن و وحدت با جهان هستی رو تمرین کن. حس کن که وقتی احساسات و افکارت رو به دنیا میسپاری، وقتی احساسات و افکارت رو برای بودن میپذیری، وحدت ایجاد میکنی، به وحدت خودت و جهان هستی دامن میزنی. بدن آروم، بدن آروم، بدن آروم و پذیرای هر آنچه که درونش حس میکنی. دمت گرم. یه نفس عمیق بکش. دم. آروم نفس رو وارد بدن کن. عجله نکن، عجله نکن. از دست و پا زدن قرار شد فاصله بگیریم. نگهدار. بازدم. آروم 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 نفس رو از بدن خارج کن. چند لحظه مکث کن. چند لحظه سکوت. چند لحظه سکون. نفس عمیق. دم. آروم و با طمأنینه. نگهدار. رها از افکار. حضور توی این لحظه. بازدم و با بازدمت همراه شو. حس کن بازدمت رو و آروم چشماتو باز کن. این کار رو تکرار کن. اگر بازم غمی داری، اگر بازم حسی درونت هست، احساسات برای حس کردن ایجاد میشن. احساساتت رو حس کن. احساساتی که درونت داری اونقدر هم ترسناک نیستن. مرسی از همراهیت. خوب باشی. فعلا.